муҳайё абдурахмонова зодаи шаҳри хуҷанд буда пештар дар мавзеи майдони шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ наберагонашро ба тамошо мебаровард, аммо имрӯз бошад аз гузаштан дар ин мавзе меҳаросад. گیتو اطرافی همین جوه بسیارتر مستا بسیار زنهای هر خیلی خو میرن مردای هر خیلی خو میرن شبا ممنه بعضی پرگلکو برای مگر اینجا میتاسیم چونکه منم جاها و هر خیلی مستا خو میرن هر خیلی زن و مردای خو میرن همینو چهار جای کنم به اون نختر میشد همین قدر مهنتی سخت کردنی احوال بینی نه تنها مهیا عبدالرحمانова از بی‌ترتیبی این موضوع نگرانی میکند بلکه از ناآبادی این شکایت میبرد زیرا سفالک‌ها و ستونپایه‌های برقی آرایشی نیز ویران است. ناآبادی منظره اطراف این میدان را همه روز صدها نفر نه تنها ساکنان شهر خوجند بلکه مهمانان از کشورهای خارجی میبینند. میگوید که این حالت حسن شهر خوجند را کاسته میگرداند. آبادانی شهرمان مغزو من حوزه جایی که ایستادید یگان جایش یگان تازگی منه تازگی یا آزادگی همین قدر مهنتی سخت کردینو با چه فهمانم شما همه شکست و ریختش بسیار. محمد جان مختاروف نیز استقامت کننده همین موضع می باشد. او را نیز ناآبادی این موضع نگران نموده است. میگوید که حالت به عمل آمده از بی نظارت صادر شده کار رهگذران و یا به قول مست و بیکار به چنین حال آمده است. او میگوید که اگر ساکنان آداب شهرداری را نآموزند و ندانند پس به جای آباد گردیدن ویرانه ها زیاد می شود. مردم شکست و ریختشان به خیر کند خدا انصاف دهد. خداشان به انصاف دهد میشه. اگر به هوا انصاف ندهد و همون شکست ریخت شده میگرد همون انصاف دهد شکست ریخت نکنند آباد شده میگرد کبوتی نقض میشد کبوتی چند خده هوای تازه میکند خدا شکر که حاضر نقض پیشتره خواه میرن ما چند بار همجا راه گذشت شدیم میبینیم میشنن افلاسی خوب که میرن میخیزن اوقاتشون میخورن میپتون نظارت نمیدونم نظارت میکرده که باشد میوهو نباشد می از کارخانه واحد دولتی کمونالی سرایوسط آبادانی و خوجگی منزلی و کمونالی شهر خوجند اطلاع دادند که موضع میدان شهیدان جنگ بزرگ وطن با مناسبت 76مین سالگرد عید غلبه ساخته به استفاده داده شده است. در این دوره کوتاه باشد 3 مرتبه از تعمیر جاری گذرانیده شده است، اما از کدام سبب تعمیر بی صفت و یا از بی احتیاطی ساکنان و گذشتن عرابه‌های برکش این موضع به چنین حال آمده است. از سببی که این موضع جای موضع در بازار جایگیر شده است، در آنجا بعضا حالت‌هایی هست که ماشین ها یا که عرابه ها با بارهای وزنین میگذرن. از همین سبب تصفالک هایی که در این موضع تصفالک پیش کرده شده است کمتر فرسوده شدند که به نزدیکی تعمیر کرده میشه. با معلومات این نهاد تا آخر سال جاری موضع میدان شهیدان جنگ بزرگ وطن باز تعمیر کرده می شود، اما این را وقت نشان می دهد. موضع میدان شهیدان جنگ بزرگ وطن سیمای مرکزی شهر خوجند محسوب می یابد. به ترتیب گذاشتن автомашинҳои сабукрав дар ду тарафи роҳ мавзӯи дигари барномаи иттилоотӣ хоҳад шуд. моро пайгирӣ кунед. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии хабар.